تا حالا دقت کردی بعضی وقتا آدما بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته یهو ازت فاصله میگیرن؟ نه درگیری بوده، نه حرف بدی زدی، نه مشکلی پیش اومده. اما یه چیزی تو رفتار تو باعث میشه کم کم عقب بکشن، جواباشون کوتاه بشه، کمتر سراغت بیان و ارتباط هم سرد بشه. این اتفاق معمولا ناگهانی نیست، آرام آرام اتفاق میفته. و تلخ‌ترین بخشش هم اینه که خیلی وقتا خودت هم نمیفهمی داری کاری میکنی که آدما ازت دور میشن. چون این رفتارها معمولا چیزهای بزرگ و عجیبی نیستن. اتفاقا خیلی ریز و روزمرن، اما تأثیرشون از هر اشتباه بزرگی بیشتره. توی این ویدیو میخوایم دقیقا همین 7 رفتار رو با هم مرور کنیم. رفتارهایی که شاید الان تو هم انجامشون میدی، اما به محض اینکه متوجهشون بشی و حذفشون کنی، ارتباطات کاملا متحول میشن. پس بریم سراغ اصل ماجرا. 1. نیاز افراطی به توجه. بعضیا وقتی وارد جمع میشن ناخودآگاه انتظار دارن همه بهشون توجه کنن. حرف بزنن، سوال بپرسن یا دورشون جمع بشن. وقتی این اتفاق نمیفته، سریع به هم میریزن، حس طرد شدگی میکنن یا تصور میکنن با من مشکل دارن. اما واقعیت ماجرا اینه که آدما از کسی که نیاز دائمی به توجه داره فاصله میگیرن، نه از کسی که شخصیت داره. تمرکز طلبی بیش از حد باعث میشه بقیه احساس کنن کنار تو باید همیشه حواسشون جمع باشه. مبادا توجه کم نشون بدن تا تو ناراحت بشی. این فشار اجتماعی انرژی جمع رو میگیره و آدمها ترجیح میدن ازت دور بمونن. نیاز افراطی به دیده شدن یک پیام پنهان میفرسته: من بدون تایید شما آرام نیستم. همین پیام جذابیت رو کاهش میده. در جمع آدم‌هایی که حضور طبیعی و آرام دارن بیشتر جدی گرفته میشن تا کسایی که تلاش میکنن مرکز صحنه باشن. به جای اینکه دنبال توجه باشی، حضور متعادل و آرام داشته باش. توجه واقعی هدیه آدماست، نه چیزی که با فشار یا توقع باید به دست بیاد. در هر جمع فقط 10 دقیقه اول هیچ تلاشی برای جلب توجه نکن. نه شوخی اضافه، نه پرحرفی، نه توضیح دادن درباره خودت. فقط مشاهده و گوش دادن فعال. نتیجهش دقیقاً همون چیزی میشه که میخوای. آروم آروم بقیه خودشون به سمتت متمایل میشن. چون از دور متعادل، با اعتماد به نفس و کم توقع به نظر میای. آدما از کسی خوششون میاد که نیازی به واکنش اجباری از طرف بقیه ندارن. این هم وقار میسازه، هم جذابیت، هم احترام. 2. واکنش‌های احساسی شدید. عصبانیت ناگهانی، رنجش‌های طولانی، قهرهای بیدلیل یا حتی حساسیت بیش از حد به حرفها باعث میشه اطرافیان فکر کنن هر برخورد ساده‌ای میتونه تنش درست کنه. آدم‌ها از تنش فرار میکنن، نه از محبت. محیطی که هر چیزی ممکنه تبدیل به دعوا، دلخوری یا سوء تفاهم بشه، جای امنی برای موندن نیست. 3. مقایسه کردن. مقایسه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، حس ارزشمندی آدما رو خورد میکنه. وقتی کسی کنار تو مدام میشنوه فلانی بهتره، فلانی موفقتره، چرا مثل اون نیستی، یا حتی شکل برعکسش: من از همه بهترم، کسی به اندازه من تلاش نمیکنه، ببین من چه چیزایی دارم بقیه ندارن. آدم احساس میکنه هی با تو در رقابته. مقایسه باعث میشه طرف مقابل فکر کنه واقعیتش دیده نمیشه. انگار هر کاری بکنه همیشه یه معیار بهتر وجود داره. به مرور از تو فاصله میگیره، نه به خاطر اینکه دوستت نداره، به خاطر اینکه کنار تو آرامش خودش رو از دست میده. آدم‌ها جایی میمونن که خودشون پذیرفته میشه، نه جایی که دائما در حال ارزیابی‌ان. 4. شوخی بیش از حد. شوخی چیز خوبیه، اما وقتی از حد طبیعی خارج میشه آدمها رو ازت دور میکنه. مشکل اصلی اینه که وقتی همیشه در حال شوخی هستی، اطرافیان نمیفهمن که جدی هستی و کی نه. این سردرگمی باعث میشه حرفات وزنش رو از دست بده و حتی حس کنن برات مهم نیست که چی میگن یا چه احساسی دارن. از طرف دیگه شوخیایی که بوی طعنه یا کنایه میگیره، باز دیر کردی آقای وقتشناس. در ظاهر بامزه است، اما در عمل حس تحقیر و بی‌احترامی منتقل میکنه. بدتر از همه وقتیه که شوخی به ویژگی شخصی آدما میچسبه، مثل ظاهر، لهجه، قد، شغل. اینا اصلا سوخت طنز نیستا، سوخت رنجشه. نتیجه همه اینا هم یه چیزه:
آدم‌ها کنار کسی که مرز شوخی و احترام رو نمیفهمه احساس امنیت نمی‌کنن. تعادل یعنی شوخی بکنی اما نه اونطوری که جدیت از بین بره یا دل کسی بلرزه. شوخی خوب حال جمع رو بهتر میکنه. شوخی بی تعادل آدم‌ها رو ازت دور میکنه. 5. کنترل کردن. کنترل کردن فقط داد زدن یا دستور دادن نیست. خیلی وقتا یه نوع دلسوزی اشتباه به شکل راهنمایی‌های مداوم، نظر دادن‌های ناخواسته و تصمیم گیری به جای دیگران ظاهر میشه. اینا همگی پیام پنهانی دارن. تو به تنهایی نمیتونی درست تصمیم بگیری. سوالای مداوم مثل کجایی، با کی بودی، چرا جواب ندادی یا نقدهای پشت سر هم درباره انتخاب‌ها، لباس، دوستا، کار، مسیر زندگی باعث میشه طرف مقابل حس کنه آزادیش کم شده. آدما تا زمانی نزدیک میمونن که احساس استقلال کنن. وقتی حس کنن زیر کنترل هستن، حتی اگه دوستت داشته باشن هم کم کم فاصله میگیرن تا کمی نفس بکشن. تنها راه سالم اینه که از اجبار به درخواست برسیم. اگه خواستی نظرم رو میگم. هم احترام میاره هم صمیمیت رو واقعی‌تر میکنه. 6. نداشتن حد و مرز. مرز داشتن یعنی همدیگه رو خفه نکنیم. اما مرز نداشتن یعنی همیشه پیام دادن، سالهای زیاد، توقع جواب فوری، ورود سریع به خصوصی ترین بخش ها، توضیح خواستن برای همه چیز. آدما وقتی حس کنن زندگیشون تحت نظارت قرار گرفته به طور طبیعی یکی دو قدم عقب میرن. مرز سالم یعنی زمان شخصی داری، زمان دیگران را هم میفهمی. از هر چیزی نمیپرسی، از هر رفتاری توضیح نمیخوای. توقع دائمی نداری. خلاصه که صمیمیت بدون مرز تبدیل میشه به فشار، اما صمیمیت با مرز تبدیل میشه به احترام و ماندگاری. 7. همیشه بله گفتن. آدما معمولا از کسی که همیشه بله میگه فاصله میگیرن. نه به خاطر اینکه کار بدی میکنه، بلکه این رفتار داده‌های نگران کننده‌ای درباره شخصیت فرد منتقل میکنه. وقتی تو همیشه موافقی، چند پیام پنهان برای دیگران ایجاد میشه. وقتی ترجیح‌ها، برنامه‌ها یا ظرفیت‌ها رو فدای خواسته‌های بقیه میکنی، دیگران هم کم کم همینطور باهات رفتار میکنن و ارزش خودت رو میاری پایین. ارزش گذاری همیشه از خود فرد شروع میشه. آدما نیاز دارن بدونن نه واقعی چیه و بله واقعی چیه. وقتی هر دو جواب یکی میشه، تصمیم گیری درباره رابطه هم سخت میشه. وقتی زیاد بله میگی، یه چرخه فرسایشی ایجاد میشه. بعد زیر بار فشار میری، بعد یه ناراحتی پنهان شکل میگیره و در نهایت از خود طرفم فاصله میگیری. این روند داخلی باعث میشه رفتارت برای دیگران هم نامنظم و مبهم به نظر برسه. یعنی نمیفهمم واقعا راضی بودی یا فقط پذیرفتی. نتیجهش میشه این که هم خودت فرسوده میشی، هم رابطه کیفیتش رو از دست میده. وقتی معلومه همیشه جواب مثبت میدی، افراد ناپایدار یا سوء استفاده گر هم سریع جذب میشن و آدم سالم ترجیح میده فاصله بگیره. خب رفیق، همونطور که دیدی فاصله گرفتن آدما معمولا از رفتارهای کوچیک و روزمره شروع میشه، نه اتفاقات بزرگ. 7 موردی که مرور کردیم شاید ساده به نظر برسن، اما حذفشون میتونه روابط رو کاملا متحول کنه. حالا تصور کن با رعایت این اصول وقتی وارد جمع میشی، آدم‌ها بدون اینکه چیزی بگی یا تلاش زیادی بکنی بهت احترام میذارن. احساس راحتی میکنن و تمایل دارن نزدیکت بمونن. رابطه ها مثل سرمایه هستن. هر رفتار درست مثل یک سپرده‌گذاریه، هر رفتار اشتباه هم مثل برداشت بیمورده. اگه مراقب رفتارهای روزمرت باشی، به جای اینکه آدما کم کم ازت فاصله بگیرن، خودشون به سمتت میان. پس از امروز یه قدم کوچیک بردار و به این 7 رفتار فکر کن. حذفشون کن و ببین روابطت به چه سطح جدیدی میرسه. یادت باشه کانال ذهن برنده همون جایی که کمکت میکنه تغییر رو از خودت شروع کنی و متحول بشی. پس حتما کانال ذهن برنده رو دنبال کن.